زخمی ساختم. طرف ما بیبی آرام باش بچه، آرام باش. گپ فهمیدی یا نه؟ آرام میباشی. زخمی شدم. میشدم پایرا. کمک بخواین لطفا. یا ارشاد آرام باش. زخمی شدم. گفتم یا بدم. یادگی. ارشاد آرام باش. زود وضعیتش خوب نیست. عاجل به هلیکوپتر نیاز داریم. یوروک در خاک سوریه است. ای دختر، او آدم احمق ولی نامه به تنهایی خود گرفت. قماندان صاحب به تنهایی گرفتش. میفهمم یوروک، میفهمم. زنده است. برای فعلا خوب بله، اما قماندان صاحب هر چی زودتر اگه یک کار نکنیم شاید دور از دست. حال کجاست؟ در 5 کیلومتری شمال غربی سوریه است. از وضعیت با خبر هستی نه؟ میفهمم قماندان صاحب، اما براستی شاید برید من چیدم از دست بده. یک هلیکوپتر میتونه عاجل به ساحه خود برسانه. تنها یک هلیکوپتر میتونه این کار کنه. یک هلیکوپتر نه، 3 هلیکوپتر باید اونجا بره. بله، 3 هلیکوپتر روان کنه. درست زخمی خود گرفتیم قماندان صاحب، از مرزم عبور کردن. بسیار خوب. اورهان محترم آدکو یک بار شفاخانه میریم ببینیم بچه ها چی کردن. بچه‌شم قماندان صاحب. حالا چرا استاد هستی عجله کو؟